تو چالش این هفته قراره بریم سمت جنوب ایران و قلیه ماهی درست کنیم. درود، من وحیدم. منم تندازم. به فوتبازی خوش اومدیم. قلیه ماهی رو معمولاً با ماهیای جنوبی درست میکنن، مثل شیر، سنگسر. ولی خب پیدا کردن اون ماهیا هر جایی راحت نیست. ما هم نتونستیم پیدا بکنیم. یه چند باری هم با تن ماهی خوردیم ما اینو، با کنسرو ماهی تن، و خیلی خوشمزه بوده. حالا ما می‌خوایم همون مدلیشو به شما آموزش بدیم. بریم با هم درستش کنیم. برای درست کردن یک قلیه ماهی خیلی خوشمزه بهتره که از سبزی تازه استفاده کنیم. سبزی‌های قلیه ماهی شامل گیشنیز، یک کوچولو جعفری و شنبلیل است. گیشنیز و جعفری ما تازه است ولی شنبلیلمون خشکه. بریم که سبزیامون رو به صورت ریز خورد کنیم. ما سبزیامون رو شستیم، گذاشتیم که یه مقدارم آبشون بره و شروع میکنیم به خورد کردن. من اینجوری قشنگ مچاله‌شون میکنم و با یه چاقوی تیز شروع میکنیم به خورد کردن. اگر چاقوتون تیز نباشه سبزی له میشه و آب میندازه. بهتره که چاقوتون تیز باشه حتما. سبزیامون که به این نسبت خورد شد به نظر من کافیه. ما توی آشپزی از ظروف استیل استفاده میکنیم. به شما هم توصیه میکنیم به دلیل کم ضررتر بودنش از ظروف استیل استفاده کنیم. برای ظروف استیل، برای مواد پروتئینی نیاز هستش که حتما نچسب بشه تابع استیلتون یا قابلمه استیلتون. ولی الان چون قراره سبزیجات رو توش سرخ کنیم نیاز به سیزنینگ کردن یا نچسب کردن نداره. من تابه رو گذاشتم روی حرارت، سبزی ها رو به تابه اضافه میکنم. شروع میکنم سبزی ها رو داخل تابه تفت دادن. یه کوچولو هم روغن اضافه میکنم. مادامی که سبزی ها دارن سرخ میشن احتیاج داریم یه دونه پیاز نسبتاً بزرگ رو به صورت نگینی خورد کنیم. سبزیامون که به این اندازه سرخ شد شنبلیله خشکمون هم اضافه میکنم. یه مقدار اینا رو با هم تفت میدم و زیر تابه رو میتونیم خاموش کنیم. عطر سبزی‌ها بلند شد. در این حین که دارین این قلیه ماهی خوشمزه رو آماده میکنین حتما یادتون باشه یه کته خوبم بذارین. اگرم نمیدونین چجوری ویدیوشو میذاریم بالا، حتما ببینین که لذت ببرین ازش. این کته‌ای که ما داریم درست میکنیم طرز تهیه کته توی قابلمه استیله. قسمت بعدی که جزء مهم قلیه ماهیه تمر هندیه. من 2/3 یه بسته از تمر هندی رو ریختم توی کاسه، روش آب جوش اضافه میکنیم و سعی میکنیم که این اجزای تمر هندی رو توی آب جوش کاملا حل کنیم. مواظب دستت باش. داغه. با یه قاشق همش میزنیم و میذاریمش کنار تا این قشنگ عصاره و این آب جوش با هم ترکیب بشن. یه تابه دیگر رو گذاشتم روی حرارت، یه مقدار روغن میریزم. پیازایی که خورد کردیم و داخل روغن سرخ میکنیم. باید پیازا رو یه میزانی تفت بدیم که سبک بشن، یه کوچولو هم تغییر رنگ بدن. به نظر ما قلیه ماهی باید پرسیر باشه. یه چند تا حبه حسابی سیر، حدود فکر میکنم 5-6 حبه، بسته حالا به اندازه حبه های سیرتون باید رنده کنیم. برای اینکه پوست سیر خیلی راحت جدا بشه میتونین بذارینش روی تخته، با کناره چاقو یه فشار اینجوری بهش بدین، پوستش مثل نارنگی ازش جدا میشه. این انتهاشم من میگیرم. سیرا رو هم میتونین رنده کنین، هم میتونین داخل این دستگاه ها لهش کنین. پیازمون که به این اندازه تفت خورد و سرخ شد،
نوبت اضافه کردن سیرامونه. یه کوچولو سیرامونم تفت میدیم که عطرش آزاد بشه. تفت دادن سیر یه چند ثانیه‌ای باشه کفایت میکنه. الان وقت تفت دادن ادویه هاست. زردچوبه و فلفل تند. اگه از این فلفل عنابیا داشتین که میتونین هم موقع آسیابش کنین و ازش استفاده کنین. اگر نداشتین میتونین از این پرکای فلفل تند اضافه کنین. میزانش هم بسته به اندازه دوست داشتن شما متفاوته. اگه دوست داشتین غذای تند و ترش بخورین که میتونین فلفل بیشتری اضافه کنین. من یه مقدار فلفل سیاه هم اضافه میکنم. بهتر از فلفل سیاه تازه سایده شده استفاده کنین. ادویه ها رو بهتر که زیاد با شعله زیاد تفت ندیم چون زود میسوزن. من شعله رو گذاشتم روی متوسط و الان یه چند ثانیه که گذشت کافیه برای تفت دادن ادویه هامون. برای خوش رنگ تر شدن خورشت قلی ماهی یه مقدار رب گوجه در حد 1 قاشق غذاخوری اضافه میکنیم. من ربم و داخل روغن یه مقدار تفت میدم که هم از خامی در بیاد هم رنگش باز بشه. مرحله بعدی برای اینکه خورشتمون لعاب خوبی داشته باشه حدود 1 قاشق غذاخوری آرد سفید رو تفت میدیم. هم یه کوچولو تفت میدیم که فقط در حد از خامی در اومدن باشه و اون بوی خامیش از بین بره. سبزیایی که سرخ کردیم رو اضافه میکنم. یه کوچولو هم سبزی رو با موادمون تفت میدم. تمر هندیامون به اندازه کافی داخل آب جوش بوده، باید از یه صافی ردش کنیم. قشنگ سعی میکنیم که توی صافی فشارش بدیم تا عصاره‌اش خارج بشه. این کار رو با صبر و حوصله انجام بدین که تقریبا تمام اون اجزا و پوسته ها و اون عصاره تمر هندی ازش خارج بشه و تقریبا دیگه فقط هستش بمونه. الان ببینین چقدر اینجا عصاره خوشمزه تمر هندی که قراره چاشنی خوب به خورشتمون بده از این زیر خارج شد. الان وقتشه که عصاره تمر هندیمون رو اضافه کنیم. من اینو قشنگ ترکیب میکنم. یه کوچولو آب جوش هم اضافه میکنم. باید در تابه یا همون قابلمه رو به صورت نیمه باز بذارم. شعله‌م هم متوسط رو به کمه. اجازه میدم که خورشتم یه مقدار جا بیفته و بپزه. در این حین که این مایه خورشتمون داره آماده میشه، شما باید 2 تا کار انجام بدین. یکی این که 2 تا تن ماهی رو بذارین بجوشه که قشنگ سالم باشه، بعد از قوطیش در بیارین بریزین توی کاسه. روغنش هم نگه داریم. ما این کار رو انجام دادیم. 2 ما رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید، خوشحالمون کنید، کامنت بذارید. به همون انگیزه و انرژی بدین. ممنون از همراهیتون. الان حدود یه رو 20 دقیقه گذشته. خورشت ما با شعله کم یه کوچولو غلیظ شده و نسبتاً جا افتاده. وقت اضافه کردن تن ماهی هست. من در ابتدا روغن خیلی زیادی برای سرخ کردن پیاز و بقیه مواد استفاده نکردم. روغن تن ماهی رو نگه داشتم که الان همراه با تن ماهی به خورشتمون اضافه کنم. اگه دقت کرده باشین من به خورشت نمک اضافه نکردم چون تمر هندی به اندازه کافی نمک داره. توی این مرحله اما میتونیم خورشت رو بچشیم. اگر نیاز داشت یه مقدار نمک اضافه کنیم. من چشیدم، نمکش از نظر من خوب بود چون هم تن ماهی یه مقدار نمک داره هم خود اون تمر هندی ها. درش رو مجدداً میبندم. اجازه میدم که یه رو 20 دقیقه دیگه خورشتم با تن ماهی بجوشه و تمام مزه ها به خورده هم برن و خورشتمون آماده است. فقط یه نکته که خواستم بگم اینه که حواستون باشه خورشتتون ته نگیره چون آرد داره داخلش. هر چند دقیقه یه بار یه نگاه بهش بندازین، یه همه کوچولو بزنین.
خورشت ما آماده است. غلظتش بسیار مناسبه همجور که دارین میبینین و یه عطر خیلی خوب داره. طعمش هم که من چشیدم دارم دیوونه میشم، تند و ترش. بریم که سرویس کنیم. قلیه ماهی شگفت‌انگیزمون آماده است. بریم ببینیم چیکار کردیم. تدیکی که درست کردیم رو ببینین فقط. عالی. جاتون خالی. ما تو این ظرفای خوشگل مسی سرویس کردیم. مهم مزه است. یعنی زیبایی مهم نیست؟ چرا؟ اصلا اینقدر خوشمزه است نمیدونم چی بگم. هیچ غذایی با این نمیتونه مقابله بکنه. اصلا یه قوقایی در دهان برپاست. واقعا این غذا بی‌نظیره. خیلی خوشمزه شده. حتما درستش بکنید. خیلی هم عالی. آسون درست میشه، خیلی هم سریع درست میشه. بهترین غذا روی کره زمین. چی بگم اصلا؟ یک. حرف نداره. مطمئنن اگر ماهیای جنوب داشتیم از اینم خوشمزه تر میشد، ولی با تن ماهی هم حرف نداره. خودتون رو محروم نکنین از چشیدنش. حتما امتحان کنید. اگه از ما خوشتون اومد، از این غذای، از بقیه چیزا ما رو دنبال کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید. ممنون که بهمون انگیزه و انرژی میدین. خداحافظ. خداحافظ.